ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 32-юмро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми 12. حاجی حسن بیک قریب نیمی روزی بود که به ادارهش آمد و به کابینت در آمده پیش از همه معروضه کاتبش را شنید. چند کس تلفن کرد چه حادثه ها شد که ها به سراغ او آمدند و غیره. معلوم شد که 5 کس تلفن کرده است. در آن قطار از شورای ناظران، از کمیته مرکزی فرقه، از سفارتخانه روسیه شورایی. حادثه های چندان مهم روی نداده است. 1 حولی سوخته است، 3 حولی را دزدها زیر کردند. در کوری شغالان راهزنها به عرابه پاچت حمله کردند و کاری کرده نتوانسته به درون نیزار گریخته رفتند. حاجی حسن بیک فرمود که 1 چای تلخ کرده بیارد. بعد دیله های در سری ستال بوده را کشاده به دیدن سر کرد. به کار حوصله نبود. سر درد می کرد، دل سستی می کرد. نغز نه. شب جوره ها آمده بودند. واقعی رفتن آییم شاه را شنیده به دلداری و تسلا دادن آمدند. هر کدام از کیسهش 1 شیشگی می برآورد. گویا در خانه او می نباشد. نوشانوشی زیاد شد، از حد گذشت. سری وی گیج شده ماند. نمیداند که وی چی وقت خواب کرد، جوره ها چی شدند و کجا رفتند. امروز چاشتگاه بیدار شد که در خانه زنی کلانی خوابیده مانده است. چرا در خانه زنی کلانی؟ بروی جاگه خیسته نشسته خوب فکر کرد. بله، در خانه یکه و یگانه زنی کلانیش خوابیده است. دیگر وی زنی خردی ندارد. آییم شاه نیست، خیریت که نیست. همینش خوب است. شب پس از 2-3 پیاله نوشیدن، دلداری جوره ها را شنیدن علم کرده است. بسیارتر نوشیده است. انا دردی سری امروزه از همان است. بله، علم کرد، حتی گریه کرد. جوره ها او را به فیتان بار کرده و کاغان به خانه کدام 1 زنک گرفته بردند. در آنجا هم نوشید. بعد چه ها شد نمیداند. همین قدرش به خاطر مانده است که از فیتان کلویده فرآمد و به حولی درون درآمد. زنی کلانی از وی گریخت. من از بوی عرق بیزار گفت. حاجی حسن بیک به وی اهمیتی نداده خود را به بالای کت پرتافت و مست خوابید. نقص نه. کار کردن لازم. وی رئیسی چکه همه این دلیل ها را از نظر گذرانیده امضا ماندن لازم. بعضی از اینها حکم آزاد دارد، اما در این حالت معینه درست کار نمی کند. دردی سر. کاتب چای کبودی تلخ دم کرده آورد و گفت نظام الدین افندی آمده ایستادند. مایلش گفت وی، دیگر هیچ کس را نمانید. خوب گفته کاتب بر آمد و نظام الدین در آمد. سلام رئیس، گفت وی، هرچی صحت سلامت هستید ماندن نشوید. کیف و احوال؟ در برابر دیدن نظام الدین چهره حاجی حسن بیک گشاده شد و به لبانش تبسم دوید.
رحمت، سلامت باشید، گفت وی به سؤالهای نظامی‌الدین و با او صمیمانه واخوردی کرده از کریسلای روبرویش جا نشان داد. حاجی حسن بیک روی سیر استخوانی دراز داشت. ابروانی ماش و برنجش زود به نظر وامی خوردند. ریشش را تازه می تراشید و فقط در زیر بینی اندکی مویلب می گذاشت که آن هم ماش و برنج دیده به سفیدی مایل بود. لیکن چشمانش برق می پاشیدند و به همه و به هر کس حریصانه می نگریستند، چطوری که حالا به نظامی‌الدین افندی. اما نظامی‌الدین افندی به کریسلا خود را پرتافت و آمین گفت و کابینت را با دقت از نظر گذرانید. کابینتی خوب، با حشمت ساختید، آفرین، گفت وی. ها، به کاری بیچارگی ما می شود، گفت خاکسارانه حاجی حسن بیک و پیاله چای کبودی بوغش برآمده ایستادگی را به وی دراز کرد. کارتان بسیار مگر یک بنده نوازی نمی کنید؟ از کی باز به دیدارتان مشرف نشدیم؟ من نبودم، به تاشکند رفته بودم. همین 2-3 روز شد آمدگیم به. از واقعه های شما هم خبردار شدم. خیر، باکی نی. ها، آدم سهو می کرده است، چه علاج؟ گفت وی محزونانه. در پیرانسالی شاید یگان تا پسر زاییده می دادگیست، گفته بودم. نشد، میلش. هیچ باکی نی، گفت تکرارن نظامی‌الدین. پسر هم می شود، دختر هم می شود، زن هم یافت می شود. گپ در سلامتی و خاطر جمعی است. ها بله، گپ در سلامتی و خاطر جمعی، گفت حاجی حسن بیک. کس سلامت باشد، زن و مال و دولت دنیا یافت می شود. بله، گفت نظامی‌الدین و سخن را به دیگر سو تافته پرسید. استید که شما عصا خیرالدین زاده نام آدم دارید؟ ها، همین نام یک بچه را حیدرقل فرستاده بود. چی کرده است؟ هیچ، با سپارش کویبشف به نزد من زنی او فیروزه آمده بود. می شناختگی یکی از فعالها مدیری کلوب زنها شده کار می کند. بله، می شناسم. یکی از پری چهره ها، گفت شوخی آمیز حاجی حسن بیک. با وی مبادا هزیل نکنید که طرفش زور، گفت نظامی‌الدین پیاله را برگردانیده. از بلا حذر. نمیدانم برای چی باشد که اسد مخصوم شوهری او را گرفته قبا کرده است. احمق، گفت حاجی حسن بیک. من بی خبر. اسد مخصوم همین خیل بی اندیشگی ها دارد. لجام او را کشیده ماندن لازم می شود، گفت نظامی‌الدین و آوازش را پستر کرده علاوه نمود. من گمان کردم که شما به همین بهانه به نزد اسد رفتید و صحبت کردید. و جبار قرباشی را تسلیم کنانیده همه یگیت‌هایش کتی به خودش همراه کردنی بوده است. فیض الله به شبهه افتاده یک کمیسیه تشکیل کرد. من می خواهم که شما هم به این کمیسیه اشتراک کنید. اگر ما اکثریت نشویم به اسد مخصوم گپ رسیدنش ممکن. لیکن خیلی کارکن به غیرت و زور است. من نمی خواهم که او را متهم کنند. تکه باشد و شیر دهد، گفت حاجی حسن بیک. اگر وی جبار را تسلیم کنانیده باشد به وی مکافات دادن لازم. ها، بله، مکافات دادن لازم. خوش، به تکلیف من چی گفتید؟ به هیئت کمیسیه همراه می شوید؟ همراه نشدنم بهتر، گفت حسن بیکی مکار. وظیفه و منصبی من خودتان می دانید نازک. من باید همیشه از کنار استاده کار کنم. نظامی‌الدین می خواست چیزی گوید. ناخواست در کشاده شد و
به کابینت نیکلای فیودرویچ فیودروف معاون رئیس در آمد. صحبت دوستان با همین قطع گردید. میبخشید به صحبتی شما خلل دادم، گفت نیکلای فیودرویچ. از آمدن رفیق نظام الدین فایده برده یک مسئله مهم را گپ زده گیریم گفته آمدم. مرحمت، گفت حسن بیک، درباره میلیتسیا بودگیست. نه، گفت فیودروف، درباره اسد مخصوم. حاجی حسن بیک لپی کرده به نظام الدین نگاه کرده ماند. عجیب، گفت نظام الدین، امروز ها مسئله اسد در دهن هر کس. فیودروف به این کنایه نظام الدین اهمیت نداده به کریسلای روبروی وی گذشته نشست و گفت: اسد مخصوم از حد گذرانیده ایستاده است. وی حتی آدمان چیکه را به حبس گرفته ایستاده است. عصا را میگویید؟ پرسید حاجی حسن بیک. ها، عصا، گفت فیودروف. وی چه حق دارد که عصا را برده حبس کرده مانده است؟ آن شب به من تلفن کردند. زنی عصا آمده بوده است، لیکن من در اپراسیون گل آسیا بودم، زود خلاص شده نتوانستم. امروز آمده فهمم عصا هنوز هم نآمده بوده است. این خوب نیست رفیق نظام الدین. شما چنان گپ میزنید که عصا گویا با فرمان من حبس شده باشد. اما شما به اسد تأثیر کرده می توانید. شما چی؟ پرسید نظام الدین با تبسمی استهزا آمیز. وظیفه ما را شما می دانید، گفت فیودروف کمی تفسیده. اگر لازم شود ما با اسد دیگر خیلتر گپ می زنیم. و سرحد کارش را گم کرده ایستاده است. می دانید رئیس، من دیروز مجبور شده خودم به دلکشایی بیرون رفتم. اسد مخصوم با من ناپسندانه گپ زده می گوید که وی هم چیکه، وی هم حق دارد آدمها را حبس کرده پرس و پاس کند. بی مصلحت به دلکشایی بیرون رفتن شما خوب نشده است، گفت رئیس حاجی حسن بیک. آبروی چیکه از همه قیمت تر است. چی؟ اسد مخصوم یک افتنامیه مخصوص است مگر؟ اگر وی با ما و آبروی ما سر و کاری می داشت، عصا را حبس نمی کرد. مثلا همین حادثه مرا وادار می کند که با اسد دیگر خیلتر گپ زنیم، گفت حاجی حسن بیک تأکید کرده. مرحمت، گفت فیودروف سخن رئیس را دیگر خیل فهمیده. وی گمان کرد که رئیس شاید به گرفته حبس کردن اسد مخصوم فرمان می دهد. اما رئیس در این باره فکر هم نمی کرد. وی گفت: انا برای همین هم من رفیق نظام الدین را جیغ زدم.